العلامة النووي رحمه الله عرفه بمن؟ بأبي يعلى شداد بن أوس. نعم هو أبو يعلى، كنياش أبو يعلى، هكذا كناه إمام مسلم رحمه الله في كتابه الكناه، وكذلك غيره ابن شاهين وغيرهم من أهل العلم والذهبي وتبعه الذهبي وابن حجر وغيرهم. نعم كنوه بمن؟ بأبي يعلى، يعني كنياش أبو يعلى. وقيل وكذلك يمكنياش أنهم يمكنياش أبو عبد الرحمن. أبو من؟ أبو عبد الرحمن. أبو يعلى يوكيتشي أبو عبد الرحمن. أبو يعلى يوكيتشي قفتم يعني يمكنياش أبو عبد الرحمن. نومش شداد ابن أوس ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام الخزرجي النجاري الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، لأن هو وأباه صحابيان، خودش هم پدرش هم از چه جمله صحابه ها. من اذا نامش به شداد ابن اوس ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام النجاري الخزرجي الانصاري. یعنی کی میشه دامه کتی؟ یک تعامل کنه چه؟ کی به خیش کی به نزدیک میشه؟ شداد ابن اوس ابن ثابت کی به خیش نزدیک میشه؟ شداد. کدوم صحابه به نزدیک میشه؟ خیش شداد ابن اوس ابن مسعود. کی به؟ برای چه؟ چه خیلی ابن مسعود بذارم؟ ابن مسعود اصلا انصاری نه. ابن مسعود اصلا قبیله خزرج هم نه، قبیله اوس هم نه. یکو خیلی نزدیک نمیشه. کی به؟ کی به؟ برای چی؟ معظم جبل کی جو اینگیج بانی؟ کدوم نشان تیوال میخورد یعنی؟ ها؟ ابو بکر. ابو بکر هذا قرشی، این انصاری، صحابی مشهور معروف بچه قریب میشه. کی؟ خیر شاعر معروف، شاعر رسول صلی الله علیه وسلم، حسان ابن ثابت. حسان ابن ثابت. ها؟ شداد ابن اوس ابن ثابت. یعنی چی میشه دادر رکیبه؟ حسان به کی میشه دین؟ جمع میشه. برای که اوس پدری که شداد اوس ابن ثابت و حسان ابن ثابت اینا کیان؟ برادرند. یعنی برای که حسان ابن ثابت ابن منذر ابن حرام الخزرجی النجاری الانصاری اینا همین یعنی. این که میشه یعنی پدرش اوس رضی الله تعالی عنه چی میشه؟ برادر حسان. حسان معروف شاعر رسول صلی الله علیه و آله و سلم، شاعر معروف، شاعر مشهور رسول صلی الله علیه و آله و سلم بدهید. ها؟ از رسول صلی الله علیه و سلم بشیر هویش چی دفاع میکرد، یعنی حسان ابن ثابت رضی الله تعالی و ارضاه. اذا این صحابه که میشه یعنی ابن اخی حسان، ها؟ پسری برادری که میشه حسان، پسری برادری حسان ابن ثابت. فهمید؟ حسان ابن ثابت بچ میشه یعنی جیان میشه که شداد رضی الله تعالی عنه. شداد قیل گفتن بعض روایتان اومد که شهید بدر، لیکن قول ضعیف، یعنی خردسال بود، انما چه بعد از بدر غزوه ها به اشتراک کرد. پدرش نعم، پدرش اوس رضی الله تعالی عنه بدر به احد اند استشهد، شهید شد. اوس یعنی چی شد؟ برادر حسان احد اند چی شد؟ یکی از 70 شهید ها شد رضی الله تعالی عنه. و شداد یعنی که میموند یعنی صحابی جلیل. ذهبی رحمه الله میگوید که کان من فضلاء الصحابه و من علمائهم، من فضلاء الصحابه و من علمائهم، از فضلاء و از علماء صحابه بود شداد رضی الله تعالی و ارضاه. یعنی کنیاش چی گفتیم؟ یعنی ابو عبدالرحمن یا که ابو یعلا گفتیم، صحابی مشهور معروف از علمای صحابه بود. سبحان الله. من يعني طبراني رحمه الله معجم عنده از طريق ابن وارة محمد ابن مسلم ابن وارة رواية ميكات از طريق محمد ابن عبد الرحمن ابن شداد ابن محمد ابن شداد ابن اوس عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده. همین آدم محمد ابن عبد الرحمن ابن شداد هو و ابوه، يعني هيثمي میگوید که لم اعرفهما، میگوید الشاهد يعني همین عنده میگوید که شداد رضي الله تعالى عنه میگوید که دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه،
دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ماذا يفعل؟ يجود بنفسه. يجود بنفسه. يجود يعني از چی؟ از یعنی سکرات موت انده بود. سکرات چینده بود یعنی موت انده، یعنی دردی حدیث عایشنده گرفتیم که چه خیلی بود پیش از وفاتش رسول صلی الله علیه و سلم چیکار میکرد؟ یعنی خمیسه گرفته ها پولش میپوشید و یطرح و هو كذلك، همین دردنده یعنی من احوالنده. ف شداد طبعا این احوال دیده چی اومد؟ یعنی شفقه رحمش اومد. رسول صلی الله علیه و سلم همین شداد بگفت که کیف تجدک یا شداد، یعنی رسول صلی الله علیه و سلم از حال خودش نه احوال شداد میپرسد چی خیل احوال چی خیل میگه شداد. شداد رضی الله تعالی عنه از محبتش از رأفتش رسول صلی الله علیه و سلم میگه یا رسول الله میگه ضاقت بی دنیا، میگه ضاقت بی دنیا، یعنی این احوال دیده میگه دنیا گویا که برای من شد یک جان نیست برای من به دنیا میگه. یعنی از این مثلا درد و از این مثلا احوال میگه سبحان الله، یعنی می درد خودش به فکر میکند. یعنی رضی الله این برای کمین یعنی چی بود؟ یعنی تطبیق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده ونفسه. النفس خودش هم رسول صلی الله علیه و سلم میدونه. یعنی میگه فقط ضاقت بی دنیا یا رسول الله، میگه یعنی دنیا گوید یا رسول صلی الله علیه و سلم میگه که چی شداد چی میکند؟ یعنی دل بردانه میکند. میگه افلا ابشرک یا شداد، میگه بلا یا رسول الله، گوید میگه که سيفتح الشام ويفتح بيت المقدس، يفتح الشام ويفتح بيت المقدس فتكون أنت وولدك أئمة فيهم. يعني میگه شتاب نکن، میگه حال روز میبیاد که چیه؟ شام، یعنی حاضر مدینه اند اسلام، شام و بیت المقدس. بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی چه میشد؟ فتح میشد. چه میشد؟ یعنی فتح میشد. و تو و فرزندات چی میشد؟ یعنی همجا امام میشد. همین خیر سبحان الله چیه گذشت. عهد رسول صلی الله علیه و سلم و ابو بکر خلیفه شده. ابو بکر وفات کرد کی اومد؟ عمر رضی الله تعالی عنه. سونه عهد عمر، عهد عمرنده چی شد؟ یعنی آخرای عهدش انده بیت المقدس چی شد؟ فتح شد. وقتی که مسجد بیت المقدس فتح شد، یعنی همین فتح شام انده که شداد اشتراک کرد. همین انده چیکار کرد؟ یعنی همین انده با ابو عبیده بن الجراح و چیکار کرد؟ یعنی وای قائد جیوش بود که عباده ابن صامت و شداد هر دو اینا چی کرد؟ امام مسجد اقصی کرد. یعنی امام شد. یعنی گفت رسول صلی الله علیه و سلم تقریبا بعد از چه؟ بعد از قریب 7 سال یا 8 سال واقع شد گفته علیه الصلاه و السلام. هم به این چه بود؟ یعنی قاضی و امام مسجد اقصی بود. یعنی چه بود؟ یعنی قاضی بیت المقدس و كذلك وقت می بیاد که چی میشد؟ قاضی حمص شد رضی الله تعالی و ارضاه. و معروف به چی بود؟ یعنی رضی الله تعالی عنه به زهد بود. زهد یعنی همین قدر مثلا دنیا اومد لیکن نظر نکرد دنیا به. هم به الغلابی رحمه الله میگفت که یعنی زهاد میگفت زهاد الانصار ثلاثه، 3 نفرن زهاد که بیان ابو دردا و شداد و سعد ابن عویمر. سعد ابن عویمر رضی الله تعالی عنهم. همین به مثلا یعنی شداد به چی معروف بود؟ به علم و به حلم. ابو دردا میگفت که آدمو هیان که چی اعطوا علما و منهم من اعطوا حلما، يعني من أعطي علما ولم يعطى حلما، ومنهم من أعطي حلما ولم يعطى علما. وشداد ممن اجتمع فيه الأمران الحلم والعلم. يعني شداد به علم و حلم چی شده بود؟ یعنی جمع شده بود. هم به شداد اند خصلت به 2 خصلتش بود. برای هم بگفتن که شداد دیگه انصاری های به 2 خصلتش چه گذشت وای. این چی بود؟ یعنی اذا تكلم ببيان و اذا غضب امسك غضبه، یعنی کظم غضبه. اگر گپ میزد به چی میکرد؟ یعنی به بیان میکرد گپش، سخنش بیان واضح بود. وقتی که غضب میکرد غضبش چی میکرد؟ میخپید، میپوشید. والکاظمین کظم میکرد، یعنی غضب لا تغضب، غضبش چی میکرد؟ یعنی رضی الله تعالی عنه. خطیب بود رضی الله تعالی عنه. یکی از خطبه هاشنده میگفت که خطبه هاشنده مردم به خطبه کرده میگفت که یا ایها الناس، میگفت خطبه شان میگفت که یا ایها الناس
إن الدنيا أجل حاضر يأكل منها البر والفاجر وإن الآخرة أجل مستأخر يحكم فيها ملك قادر ألا وإن الخير كل الخير بحذافره في الجنة وإن الشر كل الشر بحذافره في أين؟ في النار. Yani میگوید که دنیا یعنی این چی میگوید اجلی هر چم اجل لیکن دنیا حاضر دیده ساده چیزه دنیا هم چیزه که وایش که آدمی صالح هم آدمی فاسق هم میخورد همه برابر دنیا میخورد مینوشد میپوشد زنده همه برابر لیکن آخرت اینم اجل اینم وقت مستأخر لیکن بدتر میبیاد هر دوش میبیاد دنیا دیده سادگی و آخرت مثل دنیا میبیاد پیش تنده لیکن دنیایی که حکم آخرت حکمش که به ملک و قادر به دست الله تعالی به همه میگوید که الا تنبیه کنه با دقت گوش کن میگوید که خیر میگوید تمام خیر تمام خیرات تمام نیکی ها تمامش تاکید با کل با حذافیر تمام مایده و کلانش و خورد همش که جواب میگوید جنت و تمام بدی تمام شر تمام ظلم تمام بدی و تمام بدی ها که جواب میگوید همش جهنم به دوزخ به میگوید هم به یعنی چی آدم عاقل خیر باشد خیر چی فکر کن جنت فکر کن دنیا یعنی این چیز نه که اپای دنیا شوی یعنی اپای دنیا شدن یعنی یک دنیا یعنی همه بر اومد یعنی اپای خوردنی میشی چی فرقت های توی کافر میابیم چیزه میبیاد یعنی تو وقتی که خیر اسم فکر کنی خیری چیه فکر کن خیری که در جنت است دنیا به خیر نیست دنیا به چی خیر نیست دنیا چی ملعون یعنی لعنت کرده شده دنیا الدنيا ملعونه وما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما دنیا همش ملعون لعنت کرده شده الا چی الا ذکر الله تعالی و برادری در راه الله سبحانه سونی عالم شدن یا که طالب علم شدن خلاص دیگه چیز نیست یعنی اپای دنیا آدم نمیدود اپای دنیا نمیشی طلب دنیا نکن طلب دنیا نکن دنیا این چیزی که هست یعنی هم به نوح علیه السلام بعض روایت یعنی طبران حاکمنده و غیره چی نمیبید که 1400 سال بعض روایتنده یعنی 40 سال پیش از این 40 سال پیش از بعثت زندگی کردگی سونه 60 سال بعد از بعثت زندگی بعد از دعوت بعد از طوفان زندگی کردگی چند سال دعوت کردگی 950 چند سال میشه 1050 سال همین چیز 1050 سال یا که 1400 سال مردگی ملک الموت اومده میگه که دنیای چه خیلی یافتگی میگه که دنیا یک چیزی بده که مثل یک غرفه این در اومده می این درش بر اومده می خلاص دیگه چیزی دیگه نمیگه 1050 سال یا که 1400 سال عمر دیگه آدم امت رسول صلی الله علیه و چند سال میبینه 60 سال 70 همه انسان فقط چه جنت فکر میکنه همین خیلی که بود شداد رضی الله تعالی عنه هم به یعنی خوابوشانه میگفت که رضی الله تعالی عنه میگفت که وقتی خواب میکرد شب همین جنبش همین کورپا به فراش بمونده میگفت که اللهم ان النار میگفت ان النار لم تدعني ان انام اللهم ان النار لم تدعني ان انام فيقوم فيتوضا ويصلي یعنی چی میکرد یعنی هم به حتی زوجش دانش میگفت که گویا که مثلا خوابش انده یعنی چی بود یعنی شداد همین خیلی میشد که گویا که میگفت کل حبه فی المقلا مقلا یعنی کاسترول میشد که یعنی دونه به حبه یعنی برنج می محکمی نخودمونید یعنی 300 گرادوس بلندنده جوشد چی میشد وای یک جونه میستاد یعنی توپ میخورد توپ میخورد الان خیلی چی میکرد یعنی توپ میخورد میگفت یعنی مثل حبه برین یعنی الترسه گویا که چنده دو بالای جهنمنده یعنی رضی الله تعالی و رضا میگفت که یعنی الهی میگفت چه جهنم من خوب کنی نموند من چی خوب کنی نموند سونه میخواست تو تورات کرد نماز میخوند تا حتی یاتیه صبح تا صبح تا فجر چه نماز شب به نماز میگذرند از ترس چه جهنمه صحابی جلیل به همین احوال